خب دوستان ما سنباده زبشو زدیم، یه سنباده نرم، فقط به عنوانی که این اگر زبری چیزی مونده باشه روی پوست این روی بدنه این روباه برداشته بشه، یه سنباده نرم میزنیم بهش و هر دو تاش. البته من اینو زدم فقط الان برای عنوانی که به شما بگم که این کارو باید حتما انجام بدین. اینو میزنیم و بعد پاک این پوستا رو این خوش خورده چوبا رو پاک میکنیم و میریم برای روغنکاری. حالا روغنکاریمون که انجام بشه اینا خیلی خوشگل میشن. قبلا انجام دادم. روغنکاری که میکنین تمام نقش و نگارای چوب خودشون نشون میده و شما میبینید که کارتون چی بوده و چی شده. دوستان ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. این بخش پایانی این ویدیو هست. چنانچه هر جا از این ویدیو رو متوجه نشدین برام پیام بگذارین تا کامل براتون توضیحاتشو بفرستم و از این ویدیو امیدوارم کمال بهره رو برده باشید. اگر انتقادی، پیشنهادی، چیزی دارین برام بفرستین و با لایک و سابسکرایب ما را حمایت کنید. روغن زدن زیبایی کار ما رو بیشتر نشون میده.